مشخصا در مورد جناب آقای دکتر میری که من تصور میکنم که ایشون تجاهل میکنن. این بحث مال به قرآن مجید میگم، این بحث مال کودکانه، مال مدارس مهد کودکه. دیگه سطح از این بحث بالاتر. من کودکانه بحث کردم، یه فردی اومد نه آقا بریتانیاست. این نشون میده که آقا ایشون اصلا فهمی از رابطه سوژه با سوژه نداره. نگاهش تنها با آذربایجان نیست، بلکه به دنبال تمامیت و کلیت ایران. تلاش میکردن به نوعی یک جامعه ای درست بکنن. کدومشون محقق شده؟ هیچ کدوم. بحث و سطحشو ببر بالا. خب بابا ادبیات بلد نیستی، من چیکار کنم؟ اجازه بدید من آقای میری، من اجازه بدید از وقتم استفاده بکنم، یادداشت بفرمایید. تمام فرمایش شما رو گوش کردم. جناب آقای میری، جناب آقای میری، من تمام فرمایش شما رو گوش کردم. شما دارید تهمت میزنید. همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. به نام یگانه آفریدگار حیات عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بزرگواران حاضر در برنامه، جناب آقای میری عزیز، جناب آقای دشتبانی گرامی. عرض احترام دارم خدمت هر دو بزرگوار و همچنین مخاطبین برنامه کافه قفقاز. خیلی خوش اومدید به برنامه کافه قفقاز. همونطور که مستحضر هستید در این برنامه ما بنا داریم تا در مورد پانتورکیسم و تقاطع پانتورکیسم با مسئله ایران شهری و ایران شهری مبحثی داشته باشیم و به گفتگو بپردازیم. خب اگر موافق هستید جناب میری، ما با این سوال از حضرت عالی شروع بکنیم که اصلا ماهیت پانتورکیسم چه هست؟ آیا مطلع تاریخی داره و چه سیری خواهد داشت؟ سلام دارم خدمت بینندگان عزیزتون و جناب عالی و مهمان گرانقدرتون. ببینید انشاءالله از منظر تاریخی پانتورکیسم و پان عربیسم و پان تورانیسم و پان ایرانیسم و بسیاری این پانها، نظرم اینا ایدئولوژی بازمانده هایی از ایدئولوژی های قرن 19 هستند که خود یه علامت یا نشانه ای از اضطراب ها و پریشانی هایی در باب مواجهه با تجدد یا مواجهه با مدرنیته بوده. یعنی انسان حداقل اگر قائل به این باشیم که این انسان خردمند یا هوموسیپین مثلا 40,000 سال، برخی ها میگن 200,000 سال، برخی ها میگن اصلا نوع انسان 1,000,000 سال قدمت داره، بالاخره در تغییر و تحولاتش اگه نقطه عطف رو 40,000 سال پیش بگیرید، مثلا آتش کشف شده، بعد حالا آدم ها یاد گرفتن یواش یواش بذرها رو، نمیدونم زمین و کشت و کار و اهلی کردن حیوانات و دوره کشاورزی میگن از حدود در بعضی از مناطق 10,000 سال، بعضی مناطق میگن 15,000 سال پیش شروع شده بود تا حدود قرون 18 میلادی که یه تحول عظیمی در جامعه بشری رخ میده و اجتماعات بشری از عصر کشاورزی وارد عصر صنعتی میشه. بماند که خود عصر صنعتی هم در این 200 اندی سال دچار تحولات و به قولی داخل گیومه انقلابات گوناگونی هم شده. این جابجایی جایگاه انسان‌ها و اجتماعات انسانی از اون حالت کشاورزی و عصر کشاورزی به یک عصر بسیار بسیار پیچیده و کامپلکس که ما از اون با عنوان عصر صنعتی، فراصنعتی، عصر مدرن و مدرنیته یاد می‌کنیم، یقیناً قلق و اضطراب‌های زیادی رو برای انسان‌ها و جوامع گوناگون ایجاد کرده بود. حالا تو قرن 19 میلادی ایدئولوژی‌های گوناگونی پیدا میشه که تلاش میکنه بگه آقا این پراکندگی‌ها و این تشتت‌ها رو ما چگونه میتوانیم دوباره به سمت یک جمع بودگی، با هم بودگی، یک اجتماع شکل بدیم. و اگر بخواهیم
با اون نگاه هایی که تو قرن 19 بود، تحولات هویت‌های مختلف و گوناگون رو در قرن 21 و از اون مهمتر در آینده ایران یا حتی در این منطقه در آینده ایران بازسازی بکنیم، به نظر ما به خطا رفت. شاید بیشتر بشه گفت مثلا مفهومی به نام پانتورکیزم یا پانتورانیزم یا حتی پانهای دیگر، اینها بیشتر پروژه های امنیتی میتونن باشن برای اینکه ما رو از اون بنیادی ترین مفاهیم و بنیادی ترین چالش ها و دغدغه هایی که ممکنه انسان ایرانی برای اکنون اینجا و آینده خودش داره، از اون ما رو چیکار کنه؟ منحرف بکنه. به عبارت دیگر اون چیزی که امروز در ایران به عنوان پانتورکیزم مطرح میشه و بعدم زود و تند و سریع مثلا ارتباطش میدن با ترکیه و جمهوری آذربایجان و بعضا هم اسرائیل، شاید بشه گفت در بهترین حالت شاید مثلا 1% نه 2% از هم و غم ممکنه این کشورها در باب مسائل ایران باشه، یا اساسا در این منطقه، یعنی در خود ترکیه. شما اگر برید مثلا دانشگاه‌های معتبرش رو پیدا بکنید، یا حتی در اروپا و مثلا در جهان امروز، بیایم بگیم آقا مثلا من میخوام بدونم پانتورکیزم در ایران به مثابه یک پدیده علمی چقدر در بابش تحقیق شده. من هر چیز زدم چیزی دقیقی پیدا نکردم، حداقل به تحقیقاتی که من خیلی ساده انجام دغدغه کشورهای میزبان نیست. نه اصلا تو فضای علمی ما بزنیم آقا یه مقاله پیدا کردم توی مجله ایران ان قفقاز، ایران ان کوکوسوس یا کاوکیشیاره که در ارمنستان چاپ میشه. اونجا یه ارجاع داده بود یا مقاله ای از آقای کاوه بیات رو دیدم چیز کرده، و کاوه بیات هم خب یه محققیه که اساساً تو ساحت آکادمیک ایران نیست، حالا تو ساحت آکادمیک جهان دیگه نمیدونم مثلا. یعنی بحث واقعا بنیادین و جدی به نظر من نیست. اما اگر بخوایم این رو تحلیلش بکنیم، بگیم حالا یه همچین موضوعی رو ما میخوایم تحلیل بکنیم، اینو کجای معادلات باید قرار بدیم؟ به نظر من یه دغدغه یا یه رویای بسیار بسیار کودکانه‌ای بازمانده از قرن 19 که اگه بخوام با زبان جامعه شناسی توضیحش بدم، ما یه جامعه شناسی داریم به نام تونیس، 2 مفهوم داره، گسلشافت، یمنشافت. یمنشافتش رو ما میتونیم مثلا با زبان خود، حالا تو انگلیسی میگن کامیونیتی و سوسایتی. کامیونیتی یعنی جوامعی که خیلی مثلا روستا، قصبه، خیلی قابل جمع و جوره، خیلی قابل مدیریت و بسته است. سوسایتی مثلا یه جامعه‌ای که خب توش کلان شهرها هست، ارتباطات شخصی و فردی نیست و اساسا ممکنه آن مؤلفه هایی که جامعه پذیری رو شکل میده با مؤلفه هایی که در روستا و قصبه و در قرون ماضی بوده خیلی فرق میکنه. خیلی بخوایم به عنوان مثال با همه این احوال بگیم مثلا همچین پدیده‌ای هست و پدیده جدیه، شاید بشه گفت این پدیده تمام پانها به نوعی واقعیات و تحولات جامعه بشری رو کأنه مثلا هنوز نتونستن هضمش بکنن و با یه نگاه قرن 19 میخوان برگردن به پیشا اصل روشنگری. یعنی میخوان بگن آقا این جوامع مثلا نمیدونم پیچیده و مثلا مؤلفه‌ای به نام هویت ملی و مؤلفه‌ای به نام نیشن استیت و مؤلفه‌ای به نام تقسیم کار اجتماعی و اینا رو همه ما میخوام برگردیم به اون امپراتوری‌های پیش، در حالی که ما مثلا میگم ما یه چیزی داریم امروز به نام گوگل، یه امپراتوری بسیار بزرگیه. شکل امپراتوری‌های آینده یه چیزی شبیه گوگل باید باشه، یعنی مرزها به اون معنا رو نمیشناسه، اما اینجوری نیست که بخواد مثلا میگم تمام تحولات جوامع بشری رو
صفر بکنه بگه بخوایم برگردیم مثلا به دوران پیشا مدرن. من اینجوری میبینم موضوع. بسیار عالی. خب من یه جنبندی داشته باشم از صحبت شما معتقدید که پانتورکیسم در واقع به نوعی یک پریشانی در مواجهه با تجدد هست در قرن کنونی و حاصل پروژه‌های امنیتی هست که برای دور شدن از دغدغه، حالا در ایران برای دور شدن از دغدغه مردم ایران، از دغدغه‌های ایرانیشون هست، مثل دموکراسی، مثل عدالت، مثل توسعه، مثل به عنوان مثال توسعه متوازن، مثلا محرومیت زدایی از استانهای کشور، مثلا میگم اینکه آقا ما چرا نمیتوانیم در تمامی احوالات اجتماعی و در عرصه عمومی خودمون مثلا شایستگی رو معیار قرار بدیم. چیکار داریم آقا طرف مثلا دینش چیه، مذهبش چیه، نمیدونم مثلا میگم رنگ پوستی، حالا اینجا به پوست شاید زیاد چیز نکنم، مثلا میگم لهجهش چیه، زبانش چیه، شایستگی باشه همه بیان مثلا به اینا رو نمیخوایم بهش توجه بکنیم، نمیخوایم بهش واقعا بپردازیم، عدالت رو نمیخوایم بهش بپردازیم. مثلا میگم آزادی رو آقای مطهری و آقای بهشتی، شهید مطهری شهید بهشتی یه بحثی داشتن، به گونه یه مناظره‌ای، و اون بحث بر سر این بود که آقای مطهری میگفت آزادی خیلی مهمه، آزادی خیلی مهمه، آقای بهشتی هم میگفت آزادی مهمه، اما فرقشون این بود که آقای مطهری میگفت آزادی مهمه اما به نهادهایی که از آزادی صیانت کنن نپرداخته بود. آقای بهشتی میگفت حرفی که آقای مطهری میزنه قشنگه، خوبه، اما آزادی که فقط تو ذهن ما نیست، که تو سر ما که نیست، آزادی باید یک ما به ازای عینی بیرونی واقعی داشته باشه و اون نهادهایی که در جامعه شکل میگیره، مثلا میگم نهادی مثل نهاد مجلس، نمیدونم نهاد دولت، نهادها و سازمانهای گوناگون که از آزادی جمعی و از آزادیهای فردی صیانت بکنه، نه اینکه خود این نهادها بشن چی؟ ابزاری برای کنترل عدم آزادی. یعنی ما آزادی ندیم مثلا تو حوزه عمومی یا به مردم یا به ملت. اینه که اینا به نظر من پرسش‌های اساسی و بنیادینه، و اینکه یکی از پرسش‌های بنیادین و به نظر من اساسی، اونم در وضعیت منطقه‌ای که ما هستیم، اینه که ما از چه مؤلفه‌هایی و از چه ادبیاتی و از چه گفتمانی برای انسجام اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایران استفاده بکنیم که قوه ملی ما تقویم پیدا بکنه، تعمیق بشه و بس پیدا بکنه با چالش‌هایی که در جهان امروز هست. یعنی ما برای ایران مثلا 2 سال دیگه نباید برنامه بریزیم، باید بگیم مثلا 100 سال دیگه ایران میخواد کجا باشه، چون کشورهایی مثلا آمریکا و ژاپن و چین و کره جنوبی و حتی برخی از کشورهای اروپایی وقتی نگاه میکنی برنامه دارن میریزن، یه برنامه‌های مثلا اقتصادی مثلا توسعه محور دارن، یه برنامه‌های بلند مدت مثلا برای مثلا میگن آمدن هوش مصنوعی در 100 سال آینده چه تأثیری در معادلات جمعی ما میده. اینا به نظر من سوالات هست. خیلی متشکرم. آقای دشتبانی در خدمت شما هست. بنده هم خدمت شما و جناب آقای دکتر میری و بینندگان برنامه‌تون سلام عرض میکنم. امیدوارم که بحث سودمندی در واقع ارائه بشه در این گفتگو. من در واقع در ادامه فرمایشات جناب آقای میری این نکته رو عرض کنم که متاسفانه جامعه شناسان ما و علوم سیاسی خواننده‌های ما خیلی نسبت به تاریخ غفلت دارن. جسارت به خدمت جناب آقای میری نیست، این یک پدیده عمومی است و به همین دلیل هم در شناخت و در واقع تبیین شرایط کنونی هم دچار اشتباه میشه. حالا مشخصا در مورد جناب آقای دکتر میری که من تصور میکنم که ایشون تجاهل میکنن که در رابطه با پانتورکیسم با مطالعات و تحقیقات زیادی نداشتیم. با توجه به پروژه های فکریش که ایشون داشته قاعدتا و حتما نیاز به جستجوی ساده هم پیچیده هم نیست. تحقیقات در مورد پانتورکیسم در ایران بسیار زیاد بوده و بسیار جدی بوده و مسئله جدی هم بوده در تاریخ معاصر ما. این نکته ابتدایی. من برای شروع بحث باید در واقع
بریم به اونجا برسیم که پانتورکیسم از کجا آغاز شد. ما یک شخصیت تاریخی داریم به اسم آرمینیوس وامبری. این یک یهودی مجارستانی است در همین قرن 19 میونه قرن 19 به عنوان مترجم زبان‌های اروپایی وارد دربار عثمانی میشه در جوانی. بعد در قامت یک درویش وارد ایران میشه، به شمال افغانستان میره، آسیای مرکزی رو میچرخه و برمیگرده از ایران میره به اروپا و در اروپا و در لندن استقبال باشکوهی از این شخصیت میشه. به مقام استادی میرسه، به عنوان یک زبانشناس برجسته شناخته میشه و نظریات مختلفی رو ارائه میده. در سال 2006 اسنادش منتشر شد که آرمینیوس وامبری نه یک جهانگرد بود، نه یک زبانشناس بود، نه یک محقق بود، نه یک استاد دانشگاه بود، بلکه یک مأمور امنیتی سرویس بریتانیا بود. کسی که ایده پانتورانیسم رو و پانتورکیسم رو خلق کرد آقای آرمینیوس وامبری بود، یک یهودی مجارستانی. یعنی برخلاف بسیاری از ایدئولوژی ها که بر اساس یک بستر عینی و زمینه های عینی اجتماعی سیاسی به پدید میاد و یک سری زمینه های فکری، آرمینیوس وامبری در نتیجه این مأموریت امنیتی که در ایران و آسیای مرکزی و افغانستان از سوی بریتانیای کبیر ایفا کرد، رسید به اینکه ما برای اینکه بتوانیم در بازی بزرگ رقابت‌های قرن 19 بین بریتانیا و روسیه به روسیه ضربه اساسی بزنیم، میتوانیم به سمت اتحاد و تحریک اقوام آلتایی زبان یا ترک زبان در آسیای مرکزی بریم و اینها رو هدایت کنیم که علیه روسیه تزاری در واقع بتونیم از اینها استفاده کنیم. این نقطه آغازین اندیشه پانتورکیسم هست. آقای دکتر میری در بریتانیا در انگلیس تحصیل کردن و ایشون به خوبی مطلع هستن. بریتانیایی ها یک سنت حکومتداری مستمر دارن. این گونه نیست که بریتانیا سیاست 100 سال پیش 150 سال پیش خودش رو رها کرده باشه. و من معتقدم پانتورکیسم سیاست مستمر بریتانیا در این منطقه ما بوده و تا به امروز هم ادامه داره و نه ترکیه، نه آذربایجان و نه اسرائیل، بلکه منشأ پانتورکیسم بریتانیا است. اما کشورهایی که دارن درش نقش ایفا میکنن، حالا اشاره کردم به نقش ترکیه، اصلا این من واقعا تعجب کردم، شگفت زده شدم از اینکه آقای دکتر میری فرمودن پانتورکیسم مثلا یک چیز قرن 19 است فعلا شده. الان پانتورکیسم محقق شده در چیزی به اسم سازمان کشورهای ترک که اولویت نخست سیاست خارجی کشور ترکیه است، به عنوان تنها کشور مسلمان عضو ناتو و بازوی ناتو در منطقه غرب آسیا امروز محقق شده ایده پانتورکیسم. یعنی ایجاد اتحادیه‌ای که از آناتولی شروع میشه و تا قلب چین مثل یک خنجری علیه روسیه و چین عبور میکنه. ایده توران بزرگ در حال تحققه. ما چطور میتونیم بگیم پانتورکیسم یه رویای توهم؟ اولویت نخست سیاست دولت ترکیه است که بعد من عرض میکنم ترکیه بازیگر اصلی نیست. ترکیه داره مأموریتی رو که از سوی ناتو بهش محول شده ایفا میکنه به عنوان ابزاری برای مهار روسیه، برای ضربه زدن به چین. و اصلا شما برید سازمان کشورهای ترک رو مطالعه بکنید. ایده اول اتحاد ترک‌های درونی است که الان اتفاق افتاده با پیوستن این کشورها. ایده دوم و گام دوم پیگیری هایی که سازمان کشورهای ترک دنبال اون هست، رسیدگی به وضعیت و کنترل و هدایت ترک‌های بیرونی است. ترک‌های بیرونی چه کسانی هستند؟ اقوام آلتایی زبانی که در قلمرو روسیه، چین، شمال افغانستان و ایران زندگی میکنه. یک سازمان سیاسی بزرگ در همسایگی ما تشکیل شده و ما انکار کنیم بگیم اصلا پانتورکیسم توهم نیست، وجود نداره، محقق شده.
و من این نکته رو عرض کنم. ببین پانتورکیسم همونطور که اصلا کردم ایشون هم میفهمن پروژه امنیتی است. این پروژه امنیتی هیچ بستر و زمینه عینی هم نداره. مثلا اتحادیه اروپا یک وحدت جغرافیایی داره، یک فرهنگ مشترک مشخصی داره. توران بزرگ یا سازمان کشورهای وحدت جغرافیایی نداره. آسیای مرکزی یه تیکه است افتاده. خزر کاملا مثل یک صد. جمهوری آذربایجان یک فرهنگ و تاریخ متفاوتیه، بیشتر در پیوند با ایران، اصلا با کشورهای آسیا مرکزی یک چیز متفاوتیه. آناتولی هم، ترکیه هم باز یک وضعیت متفاوت داره و سازمانی تشکیل شده بر پایه زبان به گفته خودشون که به وسیله مترجم باید با هم دیگه صحبت بکنه. این اصلا این سازمان هیچ چیزی نداره، هیچ مبنای مشترک عینی نداره و اهدافش کاملا اهداف امنیت است. بنابراین این در رابطه با ریشه به وجود آمدن پانتورکیسم موضوع بسیار موضوع جدیه و هدف اولش روسیه است، سپس چینه و در گام بعدی ایرانه و پشت این ماجرا هم ناتو وجود داره. و در مورد مطالعات در مورد پانتورکیسم رو ما در جنگ جهانی اول در دوره کوتاهی که مسئله ترکان جوان بود و اونها جمهوری بادکوبه رو به وجود آوردند، می مواجهه کوتاهی داشتیم با مسئله پانتورکیسم که اون موقع اندیشمندان ایرانی، مطبوعات ایرانی بسیار پر هست از واکنشی که در واقع جامعه ایران نشون داد به این مسئله و جناب آقای استاد کاوه بیات در کتاب پانتورکیسم در ایران اون مسئله رو آورده و من تعجب میکنم از این تجاهل اساءه ادبی که در واقع معمولا افراد علمی به خودشون اجازه نمیدن در مورد شخصیت‌های محقق این گونه در واقع چیز بکنند. شما برید بررسی بکنید سمینارهای علمی که دانشگاه‌های معتبر ایران در موضوع قفقاز برگزار میکنن، آسیای مرکزی برگزار میکنن، افتخارشون حضور استاد کاوه بیات در اون است. اساتید بزرگمون برای نشستن در کنار محقق بزرگی چون استاد کاوه بیات در واقع تفاخر میکنن به خودشون. ما مثلا بگیم که آقای کاوه بیات جایی در چیزونه، البته شأن ایشون اجل از این هست که من یا میری کس دیگه به ایشون در واقع جایگاه بدیم. یا محافل آکادمیک شما برید سمینارها رو بررسی بکنید و ارجاعات به آثار ایشون رو بررسی بکنید. کمتر کتابی هست که در موضوع قفقاز به مقاله‌ای بتونه منتشر بشه و بی‌نیاز باشه از تحقیقات و پژوهش‌هایی که استاد کاوه بیات انجام داده و اسنادی که ایشون منتشر کرده و تحقیقاتی که ایشون انجام داده. مثلا جایگاه ایشون بی‌نظیره در مطالعات قفقاز و آسیای مرکزی. یعنی اصلا امر واقعا عجیبی است، در شأن در واقع گفتگوهای علمی نیست بوده بحث کرده. ما در موضوع شناخت پانتورکیسم دچار یک در واقع غفلت تاریخی هم هست. جامعه ایران خیلی مشهور و معروف هست که گفته میشه که پانتورکیسم مثلا سید جعفر پیشوری و ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان و دخالت شوروی در بحران آذربایجان رو به عنوان یکی از مظاهر پانتورکیسم در حال میشناسیم، در حالی که یک سید جعفر پیشوری نه تنها پانتورکیسم نبود بلکه کاملا مخالف پانتورکیسم بود. او یک کمونیسم معتقد به شوروی بود و سیاست شوروی رو در قبال آذربایجان و موضوع فرقه دموکرات و جزاز مأموریتی بود که حزب کمونیست مصوب کرد و به او به عنوان یک کمونیست کهنه‌کار سپرد و او در واقع انجام داد و بنابر روایت‌هایی که وجود داره از اون خیانتی هم که کرده بود پشیمان شد و کشته شد در باکو به ظن قوی توسط رژیم شوروی. این شناخت نادرست از پانتورکیسم موجب شده ما تصور کنیم که نگاه پانتورکیسم به آذربایجان، در حالی که پان آذربایجانیسم یک ایده زاده شده از شوروی بود. پانتورکیسم چه در جنگ جهانی اول
در زمان ترکان جوان و چه اکنون نگاهش تنها به آذربایجان نیست، بلکه به دنبال تمامیت و کلیت ایران. پانتورکیس به دنبال این هست که در واقع اینا روایتی که پانتورکیست ها دارن این هست که تاریخ ایران در اختیار ترکان بوده و در 100 سال اخیر از آغاز پهلوی فارس ها تصاحب کردند و تاریخ ایران رو وارونه کردند و یک نوع سرکوب زبانی رو اتفاق دادن و تاریخ رو به دیگرگونه نوشتن که در آثار و نوشته آقای دکتر میری هم این در واقع انعکاس داره این مطالب. و پانتورکیس به دنبال این هست که تاریخ رو به 100 سال قبل برگردونه و روایت جدیدی از ایران رو ارائه بده که این ایران بخشی از جهان ترک است. بسیار خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. با توجه به اینکه به تقاطع تاریخی مبحث رسیدیم، یک میان برنامه ببینیم و نکاتی رو در بعد از استراحت مطرح کنیم. متشکرم. پس از اشغال خاک قفقاز جنوبی توسط امپراتوری روسیه در نتیجه جنگ‌های مابین ایران و روسیه در اوایل قرن 19 و جدا افتادن مسلمانان این نواحی از همزبانان و همکیشان خود، حکومت تزاری برای کنترل بر این منطقه و در راستای سیاست روسی و مسیحی سازی اقدام به منحل نمودن حکومت‌های محلی این ناحیه نمود. فروپاشی خانات قفقاز در این زمان تأثیرات عمیق و چند جانبه‌ای بر این ناحیه به دنبال داشت. تغییرات سیاسی در نتیجه ایجاد نظام جدید تحت کنترل روس‌ها و تقسیم خان‌نشین‌های قفقاز به مناطق اداری جدید که باعث از بین رفتن نظام‌های سنتی و محلی و هویت تاریخی ساکنین نواحی شمال رود ارس گردید و مهاجرت و جابجایی جمعیت برخی از اقوام و گروه‌های قومی به مناطق دیگر نظیر جمعیت مسلمانان ایروان از جمله نتایج سیاست‌های حاکمان روس بود. کشف و استخراج نفت در سال 1859 در نواحی اطراف باکو و توسعه اقتصادی منطقه باعث تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آذربایجان شده و منجر به پیدایش طبقه مرفه و روشنفکر گردید. این تغییرات نقشی حیاتی در شروع فرایند ملت‌سازی در این کشور دارد. مواجهه این طبقه نوظهور بورژوازی با مدرنیسم و ایدئولوژی ناسیونالیست اروپا، ایده پشتیبانی از جنبش فرهنگ ملی و تسریع ملت‌سازی در مقابله با تهاجمات تزاری بر فرهنگ و جامعه مسلمان قفقاز و استثمار مردمان این دیار را سبب گردید. مطبوعات و مدارس آن دوره در خط مقدم خودآگاهی جامعه مسلمان قفقاز قرار داشتند که توسط سرمایه‌دارانی نظیر زین العابدین تقی‌یوف تأمین مالی می شدند. این جریان مسلمان هویت جو که در واکنش به توسعه طلبی روسیه شکل گرفته و در ایام زوال و ضعف اردوی تزاری فرصت حرکت و کنشگری یافته بود، در تشکیل اولین کنگره عمومی مسلمانان روسیه در سال 1905 به منظور همافزایی مسلمانان در مجلس جدید و تأسیس دوما مشارکت داشت. مسیر احیای هویت جامعه آذربایجان اما در همان سالهای شکوفایی دستخوش سرنوشتی دیگر شد. جنبش عثمانی گرایی که وامدار مبلغین و جاسوسان بریتانیایی نظیر آرمینیوس وامبری بود، با اندیشه پانتورکیسم به منظور یکی کردن همه سرزمین هایی که ساکنان آن به زبانهای با ریشه آلتایی سخن میگویند در نیمه دوم قرن 19 ساخته و مطرح گشت. این جنبش با تفکر برپایی ملت بزرگ ترک، آرا و اندیشه روشنفکران قفقازی را تحت تأثیر قرار داد. قدرتگیری شوراها و پیروزی بلشویک‌ها در اوایل قرن 20 و اعطای خودمختاری در نواحی جنوبی قفقاز که از یک نگاه تاریخی در دل مدیریت بلشویکی شوروی برای کنترل مناطق دوردست قفقاز سر برآورده بود، همبستگی میان مسلمانان ساکن در پهنه حاکمیت کمونیست‌های کرملین را بدل به امری ناممکن نمود. خب مجددا خیر مقدم عرض میکنم خدمت دو بزرگوار. با توجه به قسمت اول صحبتمون که به موجودیت پانتورکیسم و مسائل تاریخیش پرداختیم، من سوال دیگه ای رو مطرح میکنم. ذیل این سوال شما به مبحث قبل هم میتونید بپردازید، با توجه به اینکه هر دو بزرگوار در سازمان‌های مردم نهاد و
نهادها حضور داشتید و اشراف دارید به این مبحث و همچنین با توجه به اینکه توی منطقه خب شاهد شکل گرفتن سازمان‌هایی چه دولت نهاد چه مردم نهاد در مورد پانتورکیسم هستیم، از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ما چه مواجهه‌ای رو با این سازمان‌ها داشته باشیم بهتر هست و تا کنون چه مواجهه‌ای داشتیم؟ جناب میری در خدمتتون هست. ببینید قبل اینکه من بپردازم به این سوال شما بذارید یه نکته‌ای رو خیلی جدی و بنیادین بگم، چون چند بار این مسئله تکرار شده در فضای عمومی که آقا علوم اجتماعی تاریخ نمیفهمه و تاریخی ها، کسانی که در ایران تاریخ میخونن، اینها اشراف دارن به تاریخ ایران. اصلا همچین چیزی نیست. اساسا این توهین هم نیست، یعنی به عنوان توهین من به کسی یا به رشته‌ای نمیخوام حرف بزنم، اما اساسا مورخین یا شاید اندک شمار، شاید به تعداد انگشتان، فهمی از تاریخ ندارن. نه اینکه تاریخ ایران رو نمیفهم، اصلا فهمی از تاریخ ندارن. چرا؟ چون شما نگاه بکن در آکادمی ایران، در دانشگاه‌های ایران جمع بکنید تماما بگید آقا مثلا شما ذیل کدوم مکتب داری صحبت میکنی؟ میری تو انگلستان میگی آقا به عنوان مثال، میری تو آمریکا میگی آقا داری تاریخ مثلا جهان رو مینویسی، تاریخ ایران رو مینویسی، تاریخ انگلستان رو مینویسی، ذیل کدوم مکتب؟ میگه آقا من مثلا ذیل مکتب پرزنتیسم دارم مینویسم. آقا شما ذیل کدوم مکتب مینویسی؟ مطالعه میکنی میگه آقا ایشون اساس، یعنی روش ها و منش ها و بینش ها و چارچوب نظریش ذیل مثلا هیستوریکال استادیز یا هیستوریسیسم داره، هیستوریسیستی نگاه میکنه. تو ایران اصلا کی داره اصلا روی این بحثا اصلا اساسا مبنای مباحث بحث در تاریخ چیه؟ بعد حالا این یه بخشه، یه بخش دیگه باید بری بالاتر، نه تو خود تاریخ، یعنی یه پله میری بالاتر، بهش میگم مباحث متاتئوریک در تاریخ. آقا هیستوریوگرافی در ایران چارچوبش چیه؟ کدوم مکاتب هیستوریوگرافیکال در ایران، تاریخ نگارانه در ایران شکل گرفته؟ اینو مورخ نمیتونه بگه. اینو یه پله میره بالاتر، کسی که خود کلیت مباحث تاریخی رو مورد مد نظر. 2 تا کتاب به من معرفی کنید که در ایران روی این مباحث حرف زده باشه. حالا از این یه پله باید بری بالاتر. اساساً فلسفه تاریخ رو در چی میبینید؟ شما به عنوان مثال تحول جامعه ایران رو، تحول مفهومی به نام ایران رو در ساحت فلسفه تاریخ چی میبینید؟ تقاطعش با مبحثمون میرسیم. اصلا کجا داری میبینی؟ ببین این بحثی که آیه دشتبانی میکنه، من نمیخوام وارد این مجادلات چی میگن جدلی و پولمیکال بشم، اما مجبورم میکنید میگم. ببینید این که آقا وامبری اومد، یه یهودی مجاری بود، نفوذ کرد، بعد این بحث مال به قرآن مجید میگم، این بحث مال کودکانه، مال مدارس مهد کودکه. مگر پدیده های اجتماعی با یه نفر رخ میده؟ اساسا ایشون که داره اینجوری حرف میزنه مثل که فهمی از سوژه نداره، یعنی کأنه ایران و کل این منطقه عقل ندارن، سوژه نیستن، فاعل شناسان نیستن، یه ابژه، یعنی یه نفری از مجارستان نفوذ میکنه، میاد میره تو عثمانی، بعد از اونجا میاد در قالب یه درویش، بعد کل منطقه رو تحولاتش به هم میزنه، بعد میره تو انگلستان، اونجا اسنادش میاد بیرون. خب این نشون میده که ایشون اصلا فهمی از رابطه سوژه با سوژه نداره. من دعوتتون میکنم به گفتگوی آکادمیک میری هر دو بزرگوار. میخوام آخه ببین بحث رو خب ایشون به من گفت من تجاهل میکنم دیگه. من به بزرگوارم عرض کردم. من تجاهل میکنم. میخوام بگم آقا بحث رو سطحش رو ببر بالا. وقتی داری بحث میکنی بحث رو سطحش رو ببر بالا. در مورد آقای کاوه بیات من با آقای کاوه بیات توهین نکردم، گفتم یک مقوله که میزنی توی اینترنت برید بزنید، شاید من سواد ندارم، شما که جوونترید، برید بزنید به انگلیسی پانتورکیسم این ایران به مثابه یه موضوع، مقوله اجتماعی، به مثابه پدیده، ببینید چی میاد. یه دونه مقاله یا حداقل یه دونه ارجاع میاد در باب آقای کاوه بیات که اونم ایرانن کاکوسوس مجلهش چاپ کرده. ببینید وقتی شما میگید در مورد یه مقوله میخوای صحبت بکنی، مقوله کاتگوری معنایی داره، یعنی فقط تو ذهن من نیست، بلکه به عنوان یک پدیدار اجتماعی فراگیر، قابلیت ایجاد جنبش داره، قابلیت ایجاد تحول داره و منطقش قابل مطالعه است، نه فقط تو ذهن من،
بلکه به صورت اینتر سابجکتیو و بین الاذهانی. پان ترکیزم یا نمیدونم پان کردیزم، نمیدونم پان عربیسم، اینها ایدئولوژی هایی بودن یا حداقل کاریکاتوری از ایدئولوژی های قرن 19 بودن، تلاش میکردن به نوعی یک جامعه ای درست بکنن. کدومشون محقق شده؟ هیچ کدوم. خود ایشون اشاره میکنه که یه سازمان هایی درست شده، این سازمان مثلا جهان ترک درست شده، این جمله خودشون رو نوشتن. میگیم اما مبنای مشترک عینی نداره. خب اگه درست شده مبنای مشترک عینی نداره یعنی قابل تحقق نیست. حالا چیه؟ در سال 2017 من برای کنفرانسی دعوت شدم قرقیزستان. از تهران مستقیم به بیشکک پرواز نداشت. از تهران ما رفتیم آلماتی، از آلماتی ماشین گرفتیم رفتیم کجا؟ بیشکک. رسیدیم لب مرز قرقیزستان و قزاقستان. جالب بود، اومدیم آقا ماشین وایستاد و کلی هم آدم دارن میرن و فلان و وایستادن، یه عده اینو میگیره اونو میگیره. چه خبر شده؟ قرقیزا به دلیل اینکه قزاقا وضع مالیشون بهتره خیلی دوست دارن بیان تو قزاقستان. آقا لب مرز اجازه نمیدارن، با چک و لغت داشتن همدیگه رو میزدن. مامورای قزاقی داشتن میزدن. گفتم خب بابا مگه اینا همزبون نیستن، هم شکلن، همزبون؟ خب بذار اینا برن بیان دیگه. این تصورات که آقا نیشن استیت به عنوان یک عامل تعیین کننده، به عنوان یک عامل تعیین کننده، به عنوان بزرگترین و مهمترین نهاد کماکان در قرن 21 داره کار میکنه، کارکرد داره. مگه میشه مثلا میگم از آلتای تا نمیدونم فلان، بعد میفرمایند کشور روسیه و چین. جالبه که اون پدیده پان ترکیز قبل از اینکه وامبری و فلان اینا اصلا تو خود امپراتوری تزار تاتارها در موردش صحبت کرده بودن و مثلا پامفلت نوشته بودن، کتاب نوشته بودن و تلاش داشتن که به عنوان فقط پان ترکیز نیست، پان تانگریزم هست، پان اسلامیزم هست. اگر اینجوری بخوایم بگیم مثلا پدر پان اسلامیزم مثلا میگن آقای کیه؟ سید جمال الدین اسدآبادی. میگن اسنادش در اومده که ایشون مثلا فراماسون بوده در انگلستان. آخه اینجوری بحث کردن که آقا هر چیزی تو انگلستان در میاد یا هر کسی از انگلستان برنامه میریزه، این نشون میده ما فهمی از فلسفه تاریخ نداریم. در تاریخ ما یه عاملیت داریم، یعنی یکی از عاملیت‌های مهم انسانه که سوژه است. آیا ما ایرانی‌ها عاملیت داریم یا نداریم؟ آیا ما ایرانی‌ها فاعلیت داریم یا نداریم؟ این که آقا یه عده میشینن یه جای کاری میکنن ما هم دستامون بسته است، این تصورات به نظر من واهیه. شما به عنوان یه حقیقت تاریخی قبول دارید پان ترکیسم؟ حقیقت نه، یه پدیده تاریخی بودی در یک دوره‌ای خواستن یه کارایی بکنن، مثل همین که آقا ما پان ایرانیستا رو نداریم. بالاخره حزب داشتن، دستک داشتن، دفتر پان عربیست رو مگه نداریم؟ پان کردیسم رو داشتیم. نمیدونم حتی در چیز هم نگاه بکنید، در خود مثلا اروپا هم نگاه بکنید. حالا جالب اینجاست که اگر منظر مطالعات ادیان نگاه بکنید، بسیاری از این پدیده ها به نوعی مثلا در خود اروپا ما یک جنبشی داریم به نام پاگانیزم بر ضد مسیحیته و با آمدن عصر روشنگری آقا اینا میگن ما میخوایم برگردیم به قبل. اون امر ماضی برای اونا کجا بوده؟ خیلی قبلتر، یعنی پیش از مسیحیت. مثلا بین کلتیک ها تو ایرلند تو اسکاتلند اینا میخوان برگردن به پیش از مسیحیت. جالبه همین پدیده ها رو اونا تو قرن مثلا اواخر قرن 18 تو قرن 19 داشتن، ما تو قرن 20 تو ایران و تو کشورهای منطقه داشتیم. مثلا تو ترکیه مثلا میخوام یا بین برخی از اقوام حالا ترک یا کشورهایی که مثلا تو امپراتوری تزاری میخواستن برگردن به پیش از اسلام، بهش میگن تنگریز. آقا میخوان از الله دوری کنن، از الله عبور کنن، برگردن به اونجا. اما واقع هم شما برو تو این کشورهایی که 70 سال کمونیسم مثلا توش بوده، حتی تو چین، من چین 2.5 سال 3 سال درس دادم، زندگی کردم، با اون فشاری که دارم میارم نگاه میکنه تو منطقه اویغورستان یا همون که میگن چینی‌ها بهش میگن سینکیانگ، بهش یعنی میشه نیو تریتوری، منطقه جدید. چرا؟ برای اینکه تازه استعمارش کردن 1933. البته چینی‌ها میگن از ازل اینجا مال ما بوده، ولی دروغه. اینا آقا به عنوان مثال مسلمونه، ترک هم هستن، اویغورن، زبان خطشون هم مثل خط کوفی و مثل ما مینویسن و اینا، یه پس تفاوت هم داره.
اما پانتورکیزم و نمیدونم این حرفا بینشون نیست، یا تنگریزم و اینا نیست. یه عده همیشه در همه جوامع در حاشیه ما یه عده بهش میگن crazed people، افرادی داریم که آقا اکسنتریکن، خیلی مثلا حاشیه‌ای ان. در مواجهه با این گروه و حالا این نوع تفکر چی؟ کدوم؟ در ایران ما باید چه کنیم؟ نه برگردیم به منطقه خودمون در ایران در مواجهه با پانتورکیز. بله، اصلا بله. چیزی به نام پانتورکیز تو ایران نداریم. یعنی ما یه سازمانی داشته بابا، وقتی ما میگیم تأثیرات خارجی هم نداره. ببین نگاه کن، شما بخوام به قول علما علل ارز صحبت کنیم. بله. آقا ما میخوایم بگیم که آقا پانتورکیزم یه پدیده اجتماعیه، فراگیره. خب آقا این یه سازمانی باید داشته باشه، نهادی داشته باشه، رهبرهای ایدئولوگ باید داشته باشه، ساماندهی باشه، نیروهای اجتماعی رو بتونه جذب کنه، جنبش اجتماعی باید باشه. کجاست همچین چیزی؟ ما در کردستان یه قلیل مثلا میگم پژاک و نمیدونم چی و از این حرکت‌ها داریم که اونم به عنوان مثال مسلحانه است. یعنی اگر ما به عنوان مثال بخوایم بگیم تو بلوچستان همین جیش العدل و جیش الظلم بهش میگن و فلان و اینا، خب اینا رو نگاه میکنیم این آقا یه دولت خارجی مثلا پشت اسلحه به اینا میده، اینا رو تامین مالی میکنه، میگن رهبرش اینه، بعد میان بمبگذاری میکنن. خب این پانتورکیزم که میگیم رهبرانش کیان؟ اسلحه‌شون کجاست؟ به صورت مسلحانه کجا دارن خدای ناکرده مثلا بمبی منفجر میکنن، تروری میکنن؟ آقا کجان اینا؟ متشکرم. بحث به جای خوبی رسید و من تشکر میکنم. من کلمه‌ای که به کار بردم تجاهل به معنای خودت را به ندانستن زدن، یعنی کسی که خودش رو به ندانستن میزنه آگاهانه. و من این فکر میکنم کاملا در مورد جناب آقای میری مصداق ده. ایشون آمدانه داره مسئله پانتورکیزم رو چه در جهان چه در ایران انکار میکنه، در حالی که حالا نه کلمه پانتورکیزم، هر کلمه دیگری به عنوان دیگری بهش بذاریم، به نظر من ایشون پروژه اصلی فکری جناب آقای میری دقیقاً ترک‌گرایی است. و همه ما اول تو قبلی گفت من پانتورکی تو کتابام می‌نویسم، حالا میگه ترک‌گرایی، حالا میریم سر اونم بریم. خود ایشون حالا یه عبارتی دارن میگن که این طرفداران ایران دوستی پانفارس بودن، پاریرانیست بودن، چه بودن، ولی هیچ وقت این عناوین رو برای خودشون نپذیرفتن و زیر لوای ایران دوستی مقاصد خودشون رو پیگیری کردن. حالا من همین تعبیر رو در مورد خود ایشون به کار میبرم. اون اسم مهم نیست، هدف مهمه. اون پروژه‌ای که داره آقای میری انجام میده، ایشون الان مباحثات و مباحث ایشون رو پیگیری بکنید، همین الان از این شاخه به اون شاخه مباحث مختلف میبرن. از ایشون مصاحبه راجع به جراحی گونه و لب گرفته تا ورزش و سیاست و کافه و قهوه و همه چی ایشون گفتگو میکنن و صحبت من میکنن. من جامع الاطراف هستم. شما میتونید بگید انسان جامع الاطراف. به نظر من فقط برای پنهان کردن پروژه اصلی خودش. آقا چرا پنهان؟ پروژه اصلی ایشون، من اجازه بدید من تمام فرمایش شما رو گوش کردم. جناب آقای میری، جناب آقای میری، من تمام فرمایش شما رو گوش کردم. من تایم میدم. آقای میری، من تمام فرمایش شما رو گوش کردم. شما دارید تهمت میزنید. شما به من بگو ببینم، وقتی میخوای یک نفر رو مثلا میگم ارزیابی بکنی، روی قیافش ارزیابی نمیکنی که رو آثارش ارزیابی میکنی. شما آثار منو بیاد، تمام آثار من در مورد آثار شما صحبت اجازه بدید. من میخوام در مورد آثار شما صحبت کنم. حتما باز میگردیم و این مبحث رو با شما ادامه خواهیم. اون مباحثشون که راجع به تاریخ و اینا بود که من میخوام مستقیما راجع به موضوع گفتگوی شما صحبت کنم، وگرنه همه اونها پاسخ داره. فرمایشاتشون راجع به مورخین و تاریخ نگار و اینا خارج از بحث ماست و من میخوام راجع به اصل موضوع بپردازم. ببینید ایشون فرمودن که سطح بحث رو ببریم بالاتر. یه فردی میاد تاریخ رو نمیدونم، ما هم همه منفعلیم و ایران و منطقه و اینا رو به هم بریزه. قربان من سطح بحث رو خیلی بردم بالا. مگه من گفتم وامبری کرده؟ باز دوباره خودمون رو بزنیم به کوشه علیچپ؟ من گفتم بریتانیا. آقای میری، من نگفتم یه فرد، گفتم یه اراده‌ای به اسم بریتانیا که در اون روزی که وامبری بود آفتاب در بریتانیا غروب نمی‌کرد، نصف دنیا زیر سیطره بریتانیا بود.
من راجع به بریتانیایی صحبت کردم که وامبری رو وقتی فرستاد اینجا، لورنس رو فرستاد عربستان سعودی رو خلق کرد، گروتبلد رو فرستاد که معروف به مادر عراق، خاندان هاشمی رو در عراق و اردن سرکار به عراق و اردن رو خلق کرد، عربستان رو خلق کرد، امپراتوری عثمانی رو با اون عظمتش رو فرو پاشوند. اجازه بدید من پاسخ حرفاتون رو بدم و بگم. همینجا میگه خلق کرد. خب بابا ادبیات بلد نیستی، من چیکار کنم؟ اجازه بدید من آقای میری، من اجازه بدید از وقتم استفاده بکنم، یادداشت بفرمایید مثل بنده، پاسخ بدید به من. دیگه سطح از این بحث بالاتر. من کودکانه بحث کردم، یه فردی اومد، نه آقا بریتانیاست، بریتانیایی که من با یکی از معاونین اخیر سابق وزارت خارجه صحبت می‌کردم، گفتگوی آفتر رکورد بود، میگفت آقای دشتوانی هنوز بریتانیاست، حتی شورای امنیت رو بریتانیا اداره میکنه، دستور جلسات شورای امنیت رو بریتانیا اداره میکنه، آمریکا قدرت اقتصادی هست، قدرت نظامی هست، اما بریتانیا پشت پرده سیاست‌های جهانی. موجودیت سازمان ها هم شما از و بریتانیا ناتو رو اداره میکنه. آقا دقت کنید، جنگ اوکراین رو انگلیس داره هدایت میکنه، جنگ اوکراین، جنگ ناتو با روسیه رو انگلیسه، ترکیه عضو ناتوه، ناتو بزرگترین پیمان امنیتی جهانه و ترکیه چه نقشی در ناتو داره؟ ناتو چه نقشه‌ای برای منطقه ما داره؟ اینا کودکانه است، سطح بحث پایینه، سطح باید ببریم بالا. چقدر ببریم بالا؟ بالاتر از این؟ آقا عرض میکنم تاریخ نمیدانن، یه وامبری بود، تاتارها قبلش شروع کرده بودن. آقا گاسپرینسکی و اینا 30-40 سال بعد از وامبری هم. وقتی وامبری میاد توی منطقه ما، هیچ تاتاری بحث پانتورکیسم شروع نکرده. بعد از وامبری لیوت کوهن فرانسوی، او هم یک یهودیه، یه رساله‌ای رو می‌نویسه تا پیش از این ترک ها رو تحقیر می‌کردن در اروپا، در ادبیات اروپا تا پیش از کوهن ترک ها رو تحقیر می‌کردن. کوهن یه رساله می‌نویسه راجع به تاریخ با شکوه ترک ها باید به خودشون افتخار کنن. در خود عثمانی ترک ها رو ترک بودن رو تحقیر می‌کردن، میگفتن ما ترک نیستیم، ما عثمانیم. بعد اینها میان یه چیزی رو خلق میکنن، تفاخر به ترکیت. چرا؟ بعد عثمانی رو از کل قلمروهاش منفک میکنن، اونجا پان عربیسم رو را میندازن، عثمانی رو از اونور کاملا منقطع میکنن، بعد میفرستنشون به دنبال رویا و آقای نوری پاشا اردوی اسلام راه میندازه و میاد جمهوری بادکوبه رو در باکو تأسیس میکنه. سطح بحث از این بالاتر. نوری پاشا میره در بخارا میجنگه با روسیه تزاری تحت تاثیر همین توهم پانتورکیسم. و آقای میری، هیچ تاتاری، هیچ اهل عثمانی، هیچ ترکی، هیچ آلتایی زبانی بحث پانتورکیسم رو آغاز نکرده بود. اروپایی ها آغاز کردند، وامبری آغاز کرد، کوهن آغاز کرد و اینها مأمور بریتانیا بودند و بریتانیا آغاز کرد و بریتانیا سیاستی رو که آغاز بکنه رها نمیکنه، چون سنت حکومتداری در بریتانیا مستمره. بریتانیا سیاستگذاریاشون همونطور که شما در بخش اول فرمایشتون فرمودین برای 100 سال دیگه می‌نویسن. بریتانیایی ها برای 100 سال بعد ما تاریخ نوشتن. یه مثال بزنم از فرمایشات ایشون. آقای میری طرفدار دالان طولانی ناتو هستن یا داران جعلی زنگزور، میگن ایران هم باید بپیونده به این دالان. این دالان رو کی خلق کرده؟ میگن جمهوری آذربایجان و الهام علیه. الهام علیه عقلش به این حرفا نمیرسه. برگردید 15 سال پیش وقت خط لوله باکو، تفلیس، جیهان داشت راه اندازی میشد، رؤسای جمهور باکو، گرجستان، ترکیه و رئیس شرکت بی پی این خط لوله رو داشتن افتتاح میکردن.
نقشه‌ای پشت سر اینها نصب شده بود. در این نقشه جمهوری آذربایجان با یک نوار به نخجوان متصل بود. من رفتم نگاه کردم اسنادشو، بعد دیدم یک اندیشکده آمریکایی 15 سال پیش پیش بینی کرده این دالان رو و ما ندیدیم. بلایی که امروز سر ما اومده اونا 15 سال پیش نوشتن و دارن اجراش میکنن. از مقام معظم رهبری تا ستاد کل نیروهای مسلح تا دولت، وزارت خارجه، همه میگن آقا این به دنبال خفگی ژئوپلیتیک ایرانه، این برای ایجاد توران بزرگه، این برای اینه که ایران رو خفه بکنند اینجا. آقای میری میگه منافع داره، ایران هم باید بهش بپیونده. آقا به ایشون بگید جنبندی کنه، ایشون هی خارج از بحث صحبت میکنن، به ایشون نمیگید من دارم داخل بحث صحبت میکنم میگید که جنبندی بفرمایید. ما قطعا باز میگردیم بهتون. نه خواهش میکنم، ما قطعا باز میگردیم و مبحث رو ادامه خواهیم. پروژه پانتورکیس تو بحث بعدی من عرض میکنم. بسیار عالی. من از هر دو بزرگوار خواهش میکنم که در مورد خطاب قرار دادن یکدیگر از الفاظ آکادمیک استفاده بکنید. ما به هر حال قصد داریم که به فهم بهتری از تفاوت‌های منطقه و پروژه‌های منطقه بپردازیم. آقای میری ما در خدمتتون هستیم در ادامه مبحث. بحث خیلی واقعا سطحش پایینه. یعنی من متاسف شدم حقیقتا، اگه میدونستم سطح بحث اینجوری اصلا وارد این گفتگو نمیشدم. سطح بحث خیلی پایین آقای دشتبانی، خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید. ببینید که آمدن، لورنس آمد به کمک انگلستان عربستان رو خلق کرد، اون اینجا خلق. آخه خلق کردن یعنی چی برادر من؟ باید زمینه‌های اجتماعی داشته باشه، مسائل اجتماعی، مسائل جامعه، مسائل فرهنگی جوامع گوناگون بشری، اینها یه تاریخی دارن. اینکه هیچ تاتاری پانتورکیسم یا اساساً پرداختن به مسئله تاتارها رو به فکر نکرد و قبل از اینکه انگلیسی‌ها برنامه‌ریزی کردن، من حقیقتاً میمونم. تو شما اسم خودتو میذاری مورخ، کی اسم بفرمایید؟ الان همین میگم تو دنبال اسمی برادر من. مسائل اجتماعی زمینه فرهنگی میخواد. چرا انگلستان نمیتونه بیاد؟ چرا نمیتونه بیاد تو سوئیس اون کاری که میخواد بود؟ برای که زمینه 1556 وقتی خانات قازان فرو میریزه، شما بیا بخون ببین روس‌ها از 1556 تا حدود 1800 خورده‌ای چه تحقیرها و چه مسائلی و چه سرکوب‌هایی بر روی تاتارها انجام دادن و مسلمان‌ها انجام دادن در اونجا که این عقده ایجاد شده بود. انگلیس اگر اون عقده اجتماعی فرهنگی و فروخوردگی تاریخی نبود که نمیتونست چیزی درست کنه و نتوانست چیزی درست کنه. کاری ندارم. درست نشد. برادر من عزیز من، الان هم گفتن چیزی درست نشده. گوش کن، گاسپرینسکی و اینا وقتی میان، اینا از فضا یه چیزی رو نمیارن که وقتی شما مثلا میگم یه کلمه ای رو میگی، یه واژه ای رو میگی، اگر در ذهن و در ذهنیت تاریخی مخاطبان هیچی وجود نداشته باشه که من رو متمایز بکنه از دیگری، وانبری بیاد، کوهن بیاد، او بیاد، اصلا میشه کتاب تو کتابخونه. چرا یک کتاب از تو کتابخونه میتونه بیاد تو وسط جامعه تاثیرگذار باشه؟ برای اینکه زمینه‌های اجتماعی شما که میفرمایید پانتورکیسم اصلا وجود نداشته، تاثیرم نداشته، الانم نداره، الانم نیست. عزیز من، و چجوری میگید که عزیز همین من، خود شما قبلش فرمودید عزیز من نیست و تاثیر نداشته. گوش کن دقیق گوش. میگم آخه میگید نگید دیگه. من برای فهم مسائل باید سواد اون مسائل هم داشت. نمیشه بری فقط کتاب رو. به موجودی که شما در مورد آقای کاوه بیات حرف زدی، نشون داد سطح علمی چیه. به سوالشون پاسخ میدین؟ همین میگم ایشون وقتی میگیم زمینه اجتماعی باید داشته باشه، زمینه اجتماعی یک مسئله یک پدیدار تاریخیه. یعنی حتما در ذهنیت تاریخی اون قوم یا اون ملت یا اون مردم یا اون جامعه یه چیزی بوده. اگر لورنس یا مثلا میگم انگلستان توانسته در عربستان کاری بکنه، یه شبه جزیره رو از امپراتوری عثمانی جدا بکنه، بعد ببینیم زمینه‌های تاریخی چی بوده. این زمینه‌های تاریخی از کجا اومده؟ زمینه‌های تاریخی رو که من نمیتونم خلق بکنم.
این که ما بیایم بگیم آفتر رکورد رفتم با یه دونه دیپلمات ایرانی صحبت کردم، گفت هنوزم انگلیسا، این توهمات دایجان ناپلئونی رو بذار کنار، انگلیس رو برو یه بار ببین، برو در جامعه انگلستان زندگی بکن، ببین ساختار انگلستان چیه، ببین مسائل و مشکلات مردم انگلیس چیه. اون توهمی که شما دارید. پارسال یه سمیناری رفتم ایرلند، بعد آمدم بریستول، جمع آکادمی 7-8 تا از دوستای انگلیسی و ایرلندی و اینا که اینا تو دانشگاهی، میدونه حرفشون چی بود؟ حرفشون این بود که این پدر سوخته سیاستمدارای ما پولا رو اینجا در میارن میبرن تو کجا؟ توی باهاماس و اینا سرمایه گذاری میکنن، همین که پست میگیرن پول مول جمع میکنن میرن اونجا، اینا برای انگلیس کار نمیکنن. من یه لحظه چیش کردم، گفتم این حرفو تو ایران معمولا به سیاستمدارای ایرانی میگن تا میان یه پست، مگه انگلیس هم بابا اصلا کسی به انگلیس فکر نمیکنه. بابا انگلیس رو برو ببین، اون توهم اون دیپلمات رو نه اینجا نقل بکن که اونم بشه یه فاکتی برای جامعه. رهبری توهم داره، دستگاه سیاست خارجی گوش کن، ببین گوش کن، فقط شما انگلیس رو میشناسی؟ نه من نمیشناسم، هیچ نقشی در سیاست بین‌الملل جهانی نداره. ببین از رهبری مایه نذار، بی خودی از رهبری بدون کوت حرف نزن. اگه رهبری گوش کن برادر من اینجا تو راجع به نقش انگلیس در سیاست بین‌المللی چقدر صحبت کردیم. مطرح بکنم چون ببینید ما به یه تقاطعی رسیدیم که الان هر دو بزرگوار اعتقاد دارید که هم جناب مینی شما تو قسمت اول بحثتون مطرح کردید که قبول دارید پانتورکیسم یک پروژه امنیتیه. گفتم تو ایران وقتی میان به این مسئله میپردازن این میشه یه پروژه امنیتی، یعنی پروژه امنیتی از داخله، از بیرون نیست. داخل منظورتونه؟ سوال دقیقاً مسائل بنیادین رو بهش نپردازیم. در خارج از ایران هم مثلا این منظورشون یه چیز دیگه است. در خارج از ایران هم مثلا میگن آقا نمیدونم اسرائیل و این چی خانم شفره تا چیز میشه، تا ما یه مطلب میذاریم رفقای ایشون توی آذری ها می‌نویسن چی خانم شفر، آقای میری هم داره چیز. اولا اینکه میگه آقا من ترک، اول گفتی پانتور، در مورد همین پروژه امنیتی آقا اگر من ترک‌گرام، اگر پانتورکم، اگر هرچی که تو میگی من هستم، خب بابا باید یه نمودی داشته باشه. من به زبان فارسی می‌نویسم، خیلی هم مطالبمو به 100 تا کتاب نوشتم، 50 تاش به انگلیسی نوشتم. خب من پانتورک باید بیام مثلا میگم به زبان ترکی چیزی بنویسم، بگم آقا من میخوام مثلا یه کاری اتحاد نمیدونم ترک، من که این حرفا رو نزدم. من مثلا رفتم ببین توی مولداوی یه جمهوری داره، یه جمهوری داره که مثلا میگن اینا گاگاوز، اینا تنها فکر میکنم از تقریبا تنها ترین ترکایی هستن که مسیحی هستن، بعد به کلیسای ارتدوکس یا پراوسلاونای روسیه نزدیکن. ترکیه هم خیلی مثلا اینجا میخواد سرمایه گذاری کنه، ولی وقتی میری بینشون نگاه میکنی تنها چیزی که ممکنه مشترک داشته باشن زبانشونه، اما ذهنشون، فکرشون اصلا قبلهشون تو روسیه است. خب تو اینجا چیکار میخوای بکنی؟ این همه تفاوت‌های فرهنگی، از اون بالاتر ما کشورهای اسلامی رو نداریم. 1450 سال از اقیانوس اطلس گرفته تا خود دل روسیه و چین و هند و نمیدونم تا خود بالکان همه مسلمونن، اما چقدر واقعا تونستن تشریک مسائلی به معنای جدی در مسئله فلسطین بکنن؟ چقدر تونستن؟ هیچ. این که آقا ما فکر کنیم یه سازمانی از تو انگلستان داره هدایت میشه، یعنی آقا اساساً فاعل مایشا، فاعل ما یه جمله جنبندی، من یه جمله، هیچ کس در صحنه تاریخ فاعل مایشا نیست مطلق. یعنی ما فکر کنیم انگلستان فاعل مایشاش به قول اون آقای دیپلماتی که به ایشون آفتر رکورد گفته بوده، اصلا هم چیزی توهمی بیش نیست. هر کسی بر اساس سرمایه‌های خودش، تاریخی، فلسفی، نمیدونم مالی، نظامی، امنیتی، سیاسی، سرمایه‌هایی داره. ما هم دست بسته نیستیم، ما هم در ایران سرمایه‌هایی داریم. مگه نه مثلا میگم در همین مسائلی که توی این 46 سال اتفاق افتاده، اراده کردن رضا شاهو بردن، اراده کردن شاه هم بردن. خب چرا بالاخره شما هم یه فعالیتی دارید. جناب آقای دشتبانی، ممنون میشم اگر در مواجهه با به هر حال این سازمان ها، چون به این تقاطع دقیقاً رسیدیم، بپردازید که این نکته رو جمع‌بندی داشته باشیم. ببینید من بحث رو در واقع من اینجوری نمیگم که ما هیچ هستیم و
فعال بود. من همچین چیزی نبود. گفتم پشت این پروژه سازمان ناتو هست و کشور ترکیه است. این یه چیز بدیهیه، روشن. موضوع هم موضوع جدی. اما اینکه خواهند توان سرنوشت ما رو رقم بزنن و ما هیچ قدرت و توانی از خودمون نداریم، نه. ایران از بحران‌های جدی‌تر از این هم رد شده. تاریخ ایران پرشکوه‌تر از اینه، قدرتمندتر، توان استراتژیک ما، ژئوپلیتیک ما، فرهنگی ما بالاتر از این هاست که در واقع این عوامل بتونه به ما آسیب، تهدید جدی برای ما علم‌داد بشه. اما آسیب قطعا خواهد زد و همین الان هم ما در درون آسیب‌هاش هستیم. بنابراین موضوع رو انکار نکنیم که اصلا وجود نداره و نیست رو. من در واقع سوال این بود که این سازمان پروژهش راجع به ایران چی است؟ ببینید تو قسمت قبلی عرض کردم پانتورکیسم اساساً به دنبال کلیت ایرانه، نه به عنوان به دنبال تجزیه بخشی از ایران. با خاطر همین چه در دوره جنگ جهانی اول محمد امین رسولزاده کتابی نوشت به اسم ترکان ایران و اصلا از مفهوم دیگه ای صحبت میکنم به اسم ایران ترکان. ایرانی که مال ترک هاست. ایرانی که مال ترک هاست. این ایرانی که مال ترک هاست باید پایه های هویت ملی ایران کنونی تضعیف بشه. با چه روایت هایی؟ با این روایت ها که 100 ساله این ایران کنونی با این روایت تاریخی و فرهنگی و در واقع عاملیت زبان فارسی و اینا خلق شده. توسط کی هم خلق شده؟ پهلوی و این داستانا. به تعبیر ایشون در آثارشون با سرکوب زبانی در 100 سال اخیر با سرکوب زبانی و یک هویت ملی ساخته شده. در کتاب ایران 5 روایتشون میفرمایه. اما ایرانی که میخواهند بسازن چیست؟ ایرانی که میخوان بسازن چیه؟ آقای میری تو مناظرهشون با آقای قوچانی خیلی زیرکانه و هوشمندانه گفتن ایران این چیزی که آقای قوچانی شما میگی نیست. ایران این موضوع فرهنگیه. مثل چی؟ مثل اروپا. آدم تصور میکنه که ایشون در واقع داره ایران رو بزرگ میکنه، داره به ایران یک امتیاز میده، اما در واقع میخواد سر ایران یک کلاه بزرگی بزنه. ایران این موضوع فرهنگیه، موجودیت سیاسی نیست. ملت نبوده، ملت بودگی نداشتیم ما. این روایت ها روایت های جدیده، یک کوروشی بوده، اینا روایت قصه است. نبوده، ما همه چی داشتیم. اینا رو اصلا بذارید کنار، بریزید دور. اینا نبوده. بعد تعبیری که دارن از این ایران فرهنگی میگه متکثره. یعنی چی؟ یعنی رو زبان فارسی هم یه عنصری داخل این عناصر متعدد، کنار ترکی، کنار عربی، کنار چه. ببین کل اساس این پروژه فکری فروپاشوندن هویت ملی کنونی ایران که برگرده به اون تصوری که دارن که 100 سال قبل بوده، 1000 سال ایران ترکان بوده. این پروژه فکری اینه. در حالی که اصلا ما نمیگیم ما ملت بودیم. من 2 تا گزاره عرض میکنم. یه گزاره تاریخی عرض میکنم. از کی؟ از شخصیت‌های غیر ایرانی عرض میکنم. یکیش آنتونی دی اسمیت، بزرگترین اندیشمند ناسیونالیسم کنونی، نمیدونم زنده‌ان یا مردن، هستن فکر میکنم، بزرگترین اندیشمند ناسیونالیسم جهان. ایشون اومد یه نظریه بحث ملت‌ها، 2 تا اندیشه جدی وجود داشت. یکی ازلی‌گراها بودن که میگفتن آقا ما آلمانی‌ها از قدیم، از اون موقع که تبر دستمون بود ملت بودیم و ما گل‌ها جلوی امپراتوری روم وایستادیم تو فرانسه و ما ملت بودیم و چه بودیم. این ازلی‌گراهای تصور اینجوری بود. ما از ابتدایی که مثلا خلق شد جامعه‌مون شکل گرفت ما ملت بودیم، هویت ملی داشتیم. این ازلی‌گراها بودن، رمانتیست‌ها. یه اندیشه دیگه این است که نه پدیده دولت ملت پدیده جدیدی و بعد وستفالی به وجود اومده و اصلا گذشته‌ای نداره. بعد وستفالی دولت ملت‌ها نیشن استیت‌ها جعل شدن و به وجود اومدن، هویتاشون هم جدیده بر اساس قرارداد اجتماعی. آنتونی اسمیت خیلی خلاصه عرض می‌کنم، میدونم سطحم بحثم خیلی پایین خواهد بود آقای میری، ولی مجبورم به خاطر کس. اسمیت میگه که
واقعیت ماجرا این نیست. ملت‌های ریشه قومی دارن. کتاب معروف ریشه قومی ملت‌های ایشون متاسفانه هم فکر می‌کنم به فارسی ترجمه نشده. جالبه تصویر این جلد این کتاب تخت جمشید. ایشون میگه که ملت‌های ریشه‌های قومی داشتن، این ریشه‌های قومی پیوندهای فرهنگی داشتن، از دل اینها اومده در دوران مدرن دولت ملت‌های جدید به وجود اومده. بجز چند ملت باستان و نخستین و مهمترینشون ایرانه که اینها پیش از دوران مدرن به ملت بودگی رسیدن، برخلاف فرمایش جناب آقای میری به خودآگاهی رسیدند، اراده ملی داشتند. این اراده ملیشون رو در سرتاسر تاریخ، در تاریخ 2500 ساله‌ای که دولت داری داشتند یا نداشتند، حفظ کردند. برخلاف فرمایش ایشون شاه تنها فعال مایشا نبود، ایرانیان به ایرانی بودن خودشون آگاه بودن. نه تنها خودشون آگاه بودن بلکه دیگران هم بر ایرانی بودن ما آگاه بودن. ببخشید من همین عبارت رو از نظامی گنجوی برای شما میخونم. ببینید این آدم ایرانی هست یا نیست. در قرن ششم هجری همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. زان ولایت که مهتران دارند، بهترین جای بهتران دارند. این بیت آخرش که احتمالا نجات پرستانه هم است، میگه زان ولایت که مهتران یعنی بهترین انسان ها دارن، بهترین جای رو بهتران دارن. یعنی ایران رو خداوند داده به بهترین انسان ها. اینجاش که دیگه با تعابیر امروزی بخوایم بگیم احتمالاً نجات پرستانه هم است. این نظامی گنجوی بر ایرانی بودنش آگاه هست یا نیست؟ او نه تنها او آگاه هست، بلکه آقای مطهر ابن طاهر مقدسی، یادم اهل بیت المقدسه، یه جغرافیدان عربه. در چه زمانی داره می‌نویسه این مطلب رو؟ در آفرینش، کتاب آفرینش داره، زمانی که دولت ایرانی وجود نداره. میگه گویند معتدل ترین و با صفاترین و بهترین بخش‌های زمین ایران شهر است و همان است که به اقلیم بابل معروف است. درازای آن میان رودخانه بلخ تا رود فرات، ببین جغرافیا هم دقیقه، و قادسیه و پهنای آن میان دریای قابسکون، دریای مازندران کاسپیان یا دریای خزر کنونی، تا دریای فارس و سپس به طرف مکران، کابل، تخارستان و منتهای آذربایجان است و آنجا برگزیده بخش‌های زمین و ناف زمین است. به علت اعتدال رنگ مردم آن، استواری پیکرهاشون، سلامت قدرتشون. به ادامه میده، میگه ایران شهر سرزمین فرزانگان و دانشوران است. ایشان بخشنده و بخشاینده و با تمیز و هوشمندند. هر خوی نیکی را که دیگر مردمان جهان از دست دادند اینان دارا هستند. در شناخت این سرزمین همین بس که هیچ کس از جای دیگر بدانجا نمی آید یا آورده نمی شود مگر آنکه دیگر در دلش شوق بازگشت به محل خویش نیست. ابوالحسن مسعودی در التنبیه الاشراف می نویسه، میگه پارسیان قومی بودند که قلمروشان دیار جبال بود، از ماهات و غیره آذربایجان تا مجاور ارمنیه و اران و بیلقان تا دربند که باب الالباب است و ری و تبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر که نیشابور است و هرات و مرو و دیگر ولایت‌های خراسان و سیستان و کرمان و پارس و اهواز با دیگر سرزمین عجمان که در وقت حاضر به این ولایت‌ها پیوسته است. دوره کیه؟ دوره خلفای عباسیه. ببینید ادامه چی میگه. همه این ولایت‌ها یک مملکت بود، پادشاهش یکی بود و زبانش یکی بود، فقط در بعضی کلمات تفاوت داشت. رو ادامه میده. از قطران تبریزی از قرن ششم براتون میگم. ببینید میگن هویت ایران مستمره و بر ایرانی بودن خودشون در واقع آشکارن. بذارید در مدح محمود از فرخی سیستانی براتون بخونم. فرخی سیستانی در مدح محمود ترک نژاد میگه بدین دولت همین نازند شاهان همه عالم، چنان که این دولت عالی همین نازد بدان سلطان. یمین دولت عالی امین ملت باقی،
نظام الدین ابوالقاسم ستوده خسرو ایران. ز ایرانی، آقا ایرانی، ز ایرانی. ببین اینجا نه نظامی گنجوی وقتی داره حکومت میکنه ما یه دولت مرکزی داریم میگه همه عالم تن است، نه وقتی مقدسی میگه ما یه ایران داریم، وقتی مقدسی میگه، نه وقتی مسعودی میگه ایران سیاسی وجود داره ولی ایران رو میشناسه. وقتی غزنویان داره میگه غزنویان فقط به شرق ایران دارن حکومت میکنن تا کرمان و ری. میگه ادامه فرخی سیستانی میگه ز ایرانی چگونه شاد خواهد بود تورانی، پس از چندین بلا کامد ز ایران بر سر توران. به جنگ مرو و جنگ بلخ و جنگ میله زان لشکر، به خاک اندر فکندستی فزون از قطره باران. به ترکستان سرایی نیست که از شمشیر تو صد ره، در آن شیوه نکرده است خاتونان ترکستان. یا قطران تبریزی در متن ابونصر میگه تو بادی شاد با شاهی، تو بادی با شهی شادان، مباد ایران ز تو خالی، که هستی قبله ایران، که ایران بی وجود تو به یک ساعت شود ویران. ببینید این چوبیه. یه دونه دیگه از قطران تبریزی بخونم در مورد لشکری. ببینید یه روایت دیگه ای هست. من میتونم یه سوال بکنم و در ادامه این صحبتتون، در همین برهه زمانی که این اشعار نوشته شده، البته ایران جامعه‌ای بود که خب سلطنت‌های متفاوتی برش حکومت داشت و تاریخ‌های متفاوتی رو داشت میگذروند و جدا بود. درسته؟ بله. شما همه این حکومت‌ها رو ایران می‌بینید؟ همین عرض می‌کنم. ببینید اولا قطران تبریزی در متن ابوالحسن علی لشکری که به منطقه کوچکی در اران حکومت می‌کرده، منطقه کوچیک، یا غزنوی رو عرض کردم به منطقه شرق ایران فقط حکومت می‌کرده، اینا همشون مدعی ایران بودن. یعنی چه اون کسی در غزنین افغانستان نشسته، چه در کسی که در اران نشسته خودش میگه من شاه ایرانم. قطران میگه نیست کس در گوهر ساسانیان چون لشکری. ببین هویت، آگاهی ملی رو نگاه کن. به دنبال قطران تبریزی به دنبال بازگشت به ساسانیان، ایشون میفرمایند باستانگرایی جدیده. آقا ایرانیان شکوه خودشون رو در دوران باستان جستن. مربوط به دوره پهلوی هم نیست، مربوط به دوره آقای پورداوود هم نیست. همه شاه اسماعیل خطایی که ایشون در موردش تحقیق میکنن و مطلب می‌نویسن، دیوان ترکیش رو رابط خوندن. شاه اسماعیل میگه من حیدرم، من فریدونم، من جمعم، من جمشیدم. ببین در تاریخ اساطیری ایران خودش رو جستجو میکنه، هویت خودش رو میبنده به اون تاریخ اساطیری، یعنی خودش رو ایرانی میدونه در استمرار اون هویت تاریخی. یعنی ما نه تنها ملت بودیم، از آنتونی دی اسمیت میگه، از مقدسی عرب میگه، تا مسعودی میگه، تا نظامی گنجوی میگه، تا قطران تبریزی میگه. من نیازی نیست پورداوود به من بگه تو ایرانی هستی، نیازی نیست انگلیسی به من بگه تو ایرانی هستی. من بیش از 1500 سال 2000 ساله که به ایرانی بودن خودم آگاه بودم. و اون وقت آقای میری میگه اینجا یه هویت فرهنگی متکثر بوده، خیلی هم معلوم نبوده چی بوده، یه چیزی در این دوره متکثر نبوده ایران. در این دوره معتقدید متکثر نبوده ایران؟ ببین چون نگاه کنید شما مثلا به سلطنت‌های ترک هم اشاره کردید دیگه. وقتی قلمرو هم از مسعودی برای شما حدود قلمرو رو خوندم، حدود قلمرو ایران برای ابوالحسن مسعودی در قرن 4 مسموع روشنه. در حال چیه؟ خلفای عباسی رو حکومت میکنه. برای مقدسی عرب که در بیت المقدس هم نشسته حدود ایران مشخصه، بعد هویت ایرانی هم براش مشخصه. خب این چجوری من اینو انکار کنم؟ بعد آنتونی دی اسمیت انگلیسی هم این هویت رو میشناسه، بعد من چجوری بگم این هویت متکثری بوده، بعد توش هم یه چیزی بوده مثل اروپا و بعد اصلا مثلا یه تفسیر نادرستی ایشون از بخشنامه دوره رضا شاه به دولت‌های دیگر گفتند که آقا مثلا ما در اون انگار ما در اون سال شدیم ایران. ما همواره خودمون رو به نام ایران شناختیم و کشورهای دیگر هم عموماً ما رو به نام ایران شناختن. بعضا در متونشون به ما گفتن پرشیا، به ما گفتن الفرس، به ما گفتن مملکت عجم، اما ما خودمون رو همواره به نام ایران شناختیم.
بسیار عالی، متشکرم. در خدمت شما هستیم آقای میری. من چی بگم؟ یه حرفی نمیمونه که آدم بگه. ایشون برای شما شعر برای شعری که اصلا هیچ نسبتی با بحث ما نداشت. بعد کجا من گفتم ما اصلا ایران نداریم؟ کجا من ایران رو نفی کردم؟ یه سری توهماتی رو برای خودشون میبافن. چون من مثل ایشون فکر نمی کنم یا مثل محفل آذریون فکر نمی کنم، من میشم ضد ایران. آقا اینطور نیست. اینا رو بریزید دور، یه خورده چشاتون رو بشورید، کتاب رو بخوانید. وقتی میخوادم کتاب بخوانید باید سوادش رو داشته باشید. اینکه دی اسمیت اینو گفت اون اینو گفت، تو اجتهاد بکن ببین دی اسمیت چی گفت، نه که همینجوری توهمات خودت صحبت کن. اول یه چیزی رو در مورد بحث خودمون فقط یه جمله به عنوان کلیدواژه میگم برای دوستانی که اگر واقعا نگران مسائل ایران و مسائل هویت در ایران هستن. به نظر من اون چیزی که چالش میتواند برای ما در ایران باشد بحث پانتورکیزم و اینا نیست، بحث سیاسی شدن هویت ها در ایران. این اون نکته‌ایه که اگر میخواین روش دقیق بشیم، چه از منظر امنیتی، چه از منظر مطالعاتی، چه از منظر سیاسی، چه از منظر سیاستگذاری های اجتماعی و فرهنگی، اگر شما پدیده رو غلط صورت بندی بکنی، اون موقع راه حلت، کار نقشه راهت هم اشتباه میشه. وقتی میگی پانتورکیزم، بعد یه میری اون فضای نام توران و قرن 19 و اینا، گیج میشی و گم میشی. به سیاستگزار و به کسی که مثلا میگم سیاستمدار در مجلس یا مثلا در وزارت کشور یا در نهاد ریاست جمهوری و حتی در نهادهای سیاسی امنیتی نظامی نشستن، به اونا هم شما اطلاعات غلط میدی. یکی از کارهای خوبی که مثلا در اروپای غربی یا در امریکا میشه اینه که اندیشکده ها نمیان صورتبندی من اندی یا صورتبندی دل بخواهانه خودشونو به سیاستگزار و سیاستمدار بدن. میگم پدیده رو ما بشناسیم، چه من خوشم بیاد چه بدم بیاد. من پدیده رو میشناسم چون من کارفرمای من از من یه چیز از من پرسیده آقا من میخوام یه ساختمون بسازم، میتونم بسازم؟ من میدونم گسله مثلا زلزله اینجا هست، میگم آقا من میخوام پوله رو بگیرم. آره بساز، خیلی هم خوبه. نه، من باید پدیده رو درست بشه. اون پدیده چیه؟ سیاسی شدن هویت ها در ایران. این ممکنه خطر باشه، این ممکنه پاشنه آشیل باشه. به چه معنا؟ وقتی شما نتوانید مدیریت بکنید هویت های متکثر رو، چون تکثر نه اینکه من بگم، ایشون اشاره کرد که آقا یه هویت واحدی داشتن، از سر تا سر ایران شهرم به یه زبون حرف میزنن. خب اینو به خدا میگم به دانشجوی کلاس اول مطالعات فرهنگی، نمیدونم علوم انسانی، تو هر جای دنیا بگیم میخنده. همین الان هم شما راه برید تو این ایران، من نگفتم و ابوالحسن مسعودی اونم اشتباه گفته برادر من. شما آقا شما کل تاریخ ایران اشتباهه. میگم نه، متن رو باید درست بخونی. مثلا خود همون که میگه ابن خلدون تو العبر میگه که سرزمین ترکان ایران رو میگه سرزمین ترکان. حالا چرا اونو مثلا سند بکنیم که آقا ابن خلدون اینو گفته؟ فاصله زمانی و مکانی ابن خلدون اجازه نمیداده که او بتونه بگه. خب ببین شما اگر متن رو ابوالحسن مسعودی شما الان از اینجا داشت، شما بیا الان تو از مثلا میگم از همون دریای مکران حرکت بکن، برو تا روس، مثلا شهر جرقای یا مثلا نزدیک مرز افغانستان در شمال و جنوب، ببین مردم به چه زبانایی دارن حرف میزنن. حتی اونجایی هم که اگر از نظر زبان شناسی مثلا به زبان فارسی یا زیر مجموعه مثلا زبانهای ایرانی میشه نگاه بکنید، لهجه‌های مختلف دارن. بعضا ممکنه اصلا من اون لهجه‌ای که این حرف میزنه با اون لهجه‌ای که، خب معلومه که تکثر اصلا. ادامه جمله‌شو بخونم. ادامه جمله‌شو ایشون میفرمایند که این همه این ولایت‌ها یک مملکت بود، پادشاهش یکی بود و زبانش یکی بود. فقط در بعضی کلمات تفاوت داشتند، زیرا وقتی حروفی که زبان را بدان می‌نویسند یکی باشد، زبان یکی است، وگرچه در چیزهای دیگر تفاوت داشته باشد. چون پهلوی و دری و پهلوی با دری، شما ببین پهلوی با دری خیلی متفاوته. درست. پهلوی و دری و آذری و دیگر زبانهای پارسی.
اتفاقا همین رو میفرماید، ولی میگه زبان به معنای ریشه زبانی یکی بود، یه گروه زبانی. مطالعات زبانی امروز ما رو به جایی رسونده که ما فهممون از زبان و پیچیدگی‌های زبان با چیزی که در قرن 4 بوده خیلی متفاوت. ما اگه بخوایم اونو معیار قرار بدیم برای فهم ایران امروز دچار مشکل میشیم. فهم ایران امروز رو هم بخوایم معیار قرار بدیم برای اون روز دچار مشکل میشیم، دچار پریشانی تاریخی میشیم. ما وقتی میخوایم متن رو بخونیم باید واقعا اشراف داشته باشیم به لایه‌های اما یه نکته که مربوط به این میشه. برای سوال، یعنی اگه بخوایم اینو پیش ببریم، باید سوال در برابر پدیده سیاسی شدن هویت‌ها در ایران ما چی کار باید بکنیم؟ این به نظر من سوال خوبیه، وگرنه آدرس غلط دادن به پانتورکیسم و اینا ما رو دچار پریشانی می‌کنه. به نظر جنبندی خوبی هم برای این صحبتتون میاد اگر بهش بپردازید، چون شما 5 دقیقه دیگه تایم دارید. بله اگر ببین در مورد اینکه ما چیکار بکنیم که سیاسی شدن هویت‌ها رو ازش جلوگیری بکنیم یا مدیریت بکنیم، اولا یه بخش این مسئله برمیگرده به خود پدیده‌ای که تقریبا میگن از دهه 50 60 میلادی با عنوان گلوبالیزیشن شروع شد. گلوبالیزیشن از یک سو شما رو داره سوق میده جوامع گوناگون، نه فقط تو منطقه ما، مثلا بین فرانسوی‌ها و خود امریکایی سوق میده به اینکه همه یکسان بشن، یعنی ذائقه‌شون یکی بشه، موسیقی مثلا یکسانی گوش کنن، یه دست یه لباس بپوشن، نمیدونم اصلا فرم‌های آرایش صورت همه مدها هم. ولی از سوی دیگر یک جریان دیگری در جوامع گوناگون از این یکسانسازی میخواد چیکار کنه؟ در برابرش مقاومت کنه. مثل همون بحثی که فوکو میکنه در مورد قدرت و مقاومت. میگه آقا وقتی هر جا قدرت میخواد سلطه ایجاد بکنه، مقاومتی رزیستانسی در برابرش شکل میگیره. این رزیستانس باعث میشه که ما خودآگاهی پیدا بکنیم من مثل که متفاوتم با اون دیگه. حالا همین پدیده جهانی شدن رو شما بیا مثلا تو داخل واحد سیاسی ایران ببین. در داخل واحد سیاسی ایران اگر ما بخواهیم تنوع‌ها و تکثرهای ما به یک وحدت برسن، باید بین مفهوم یکسانسازی و یک پارچگی سازی بین این دوتا تمایز قائل بشیم. یعنی ما قرار نیست یکسان بشیم، اما یک پارچه باید داشته باشیم، یا به قول آقای خمینی میگه وحدت کلمه داشته باشیم. یعنی چجوری بتوانیم در منافع ملی، در پاسداری از مرزها، در مورد امنیت ملی، در مورد وحدت سرزمینی، در باب اینها نباید ما دوچار تشدد بشیم. تکثرات اون چیزی که هستی، اون تکثر که هست، شما مثلا ترک داری، فارس داری، عرب داری، عجم داری، ارمنی داری، گرجی داری، مسلمون داری، یهودی داری، مسیحی داری. یه بخششو که جامعه، یعنی نظام سیاسی ایران پذیرفته. مثلا شما در مجلس میگه آقا نماینده مثلا ارمنی، نماینده مثلا آسوری، نماینده یهودی، نماینده زرتشتی رو ما قبول میکنیم تو ساختار سیاسی. تو ساختار آموزشی هم آمدی میگه آقا مثلا میگم حداقل تو قانون اساسی اومدی میگی که آقا ادبیات زبانهای مثلا که غیر از فارسی هست اینا رو شما مثلا باید انجام بدید، اما سازوکارش هنوز نتونستید پیدا بکنید. 40 تقریبا چند سال میخواد. خب این نشون میده نیازمند ما یک بازسازی در سیاستگذاری‌های زبانیمون هستیم. این که ما این زبان‌های متکثر به معنای این باشه که ما می‌خواهیم آقا ساختار سیاسی کشور، این به نظر من پاشنه هاشیره، این خطره. اینو باید چیکار کرد؟ مدیریت. چجوری مدیریت کرد تا ما بتوانیم در مثلا در حوزه قانونگذاری، در حوزه سیاستگذاری مطالبات قانونی رو که ذیل مثلا اصل 15 اصل 19 اینا وجود داره، اینا رو بتونیم بهشون پاسخ بدیم. فکر می‌کنم تو این دولت هم یه سری طرح‌ها و اینایی هم دادن انجام میشه. ما نه ضد ایران هستیم آقای دشبانی، ما نه ضد امنیت ایران هستیم، ما نه ترکگرا هستیم، نه پانتورکیم، نه نمیدونم دنبال این هستیم که تاریخ ایران رو برگردونیم. این مثلا من هیچ وقت کارا نگفتم تاریخ ایران باید برگرده به 100 سال قبلش. اصلا اگر منم تازه من نوعی هم اگر آمده باشم گفتم، مگر اساساً روندهای تاریخی مگه امکان بازگشت داره؟
بعد کدوم آدم عاقلی میشینه توی کشتی بعد کشتی رو بخواد سوراخ بکنه؟ کدوم آدم عاقلی این کارو میکنه؟ خب من خودم 30 سال ایران نبودم، آمدم ایران. همسر من روسیه، بچه‌های من اسمشون سید مرتضی و سید محسن، یک کلمه من ترکی بلد نیستن. خب آدمی که این مشخصات رو داره چجوری میتونه یعنی همه زندگی من پوششه، من کتاب می‌نویسم به فارسی پوششیه، من حرف میزنم پوششیه، زندگی هم میکنم پوششی. آدمی که مثلا میگم به قول تو مثلا مثل وامبری باشه، دنبال یه پروژه مخفیانه باشه که اینقدر تو عرصه عمومی نمیاد، به قول تو در مورد کاشت مو همه نمیدونم همه چی هم حرف بزن. آدمی که اهل اون کارا باشه باید بره توی حاشیه یواش کاراشو بکنه. بعد چی هم تو دست من هست؟ یه دونه میز دست منه، یه دونه هم کانال تلگرامی دست منه. کدوم مثلا بودجه؟ مثلا تو ممکنه یه بودجه حالا برای اون وطن یاری نمیدونم میگیری یا نه، یک بار 300 کیلو کاغذ رو ما دادن تمام. خیلی خوب، بسیار عالی. تیم سردبیری به ما یک سری کلمات دادن و گفتن که ابراز خودتون رو و نکات خودتون رو در مورد این کلمات در یک جمله بگید. من کلمه‌ای در اختیارتون قرار میدم و شما در یک جمله به اون کلمه پاسخ میدید. جناب میری، چون در انتهای مبحث شما بودیم، اگر موافقید این کلمات رو با هم داشته باشیم. کوتاه اگر لطف کنید، حتی در چند کلمه احساس خودتون رو در موردش بگید یا در یک جمله تعریفی که نگاهی که بهش دارید رو بفرمایید. کلمه پیشوری در یک کلمه یا یک جمله؟ در یک جمله یا چند کلمه؟ نظر من ساده لوح. هویت خواهی ارتباطی باش نداره. تجزیه طلب خیلی بد. بسیار عالی، متشکرم. با شما چند کلمه رو داشته باشیم جناب دشتبانی. سید جواد طباطبایی. اندیشمند که افراط‌هایی داشت و بعضی جاها اخلاق مطبوعاتی رو رعایت نمی‌کرد، اما دوستدار ایران بود. سلطنت طلبی. تاریخ مصرف گذشته و یک تمدن دورانش گذشته، به تاریخ پیوسته. و ایران شهری. ایران شهری به معنای آنچه که آقای طباطبایی مطرح کردن یا اندیشه در کنار اندیشه های دیگر، اما ایران شهر نام تاریخی ایران هست، دست کم از دان احساس. و حالا مایلم راجع به پیشوری هم بگم. خائنی که پشیمان شد. راجع به هویت خواهی هم مایلم بگم که کوششی برای تجزیه طلبی هم عامل بیگانه، مزدور بیگانه. بسیار. جناب میلی، شما در مورد کلماتی که آقای دشتبانی در اختیارشون قرار داده شد نکته‌ای دارید؟ چون ایشون در مورد کلمات شما صحبت کردن، شما هم این حقو دارید که سید جواد طباطبایی، خدا رحمت کنه همه رفتگان، سلطنت طلبی. به نظرم قبول ایشون بود تاریخ مصرفش گذشته، ولی خب یه واقعیتی در تاریخ ایران بوده. سلطنت در تاریخ ایران بوده، در تاریخ در جهان یعنی بوده، ولی خب دیگه در بهترین حالت میتونه به صورت مشروطه باشه که مثلا تو انگلستان و سوئد و این، ولی اینکه یه شاهی دوباره بیاد اینا تاریخش گذشت. در انتها ایران شهر یا ایران شهری. ایران شهر هم به نظرم یه قول آقای دشتبانی یه اسمی بوده که برای ایران استفاده میشده. ما با اسامی که نمیتونیم مشکل داشتیم. هر چیزی که باعث اطلاع ایران بشه ما باید به سمتش بریم. هر چیزی خدای ناکرده ایران رو و مردم ایران رو و جوونا رو، زندگی عادی مردم ایران رو به خطر میندازه، اون مذموم بده و ما باید حداقل هر چی از دستمون میاد، من به عنوان یه مثلا دانشگاهی خودآگاهی اجتماعی ایرانیان رو مثلا منم تو اون راه قدم بذارم. انشالله ایران بهتر بشه، حقوق مردم بیشتر بشه، درآمدشون بیشتر بشه، خطرات جنگ دور بشه و ایران یک کشور مرفهی باشه و مردمش هم شاد باشن و کمتر به هم دیگه زنین داشته باشن، زن بد داشته باشن، مظنون باشن. بسیار عالی. از هر دو بزرگوار خیلی متشکرم. شاهد مناظره به نظر شخصی خود بنده جذاب و پرباری در باب پانتورکیسم و تقاطعش با ایران شهری بودیم و
در یک کلمه به نظر بنده به اشتراک بسیار مفهومی و زیبایی رسیده شد، اون هم سرفرازی ایران بود. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید و از اینکه کافه قفقاز رو دنبال میکنید. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، خیلی متشکرم. ممنونم از زمانتون. سلامت باشید.